یه روز دیگه از استانبول گردی ما خیلی خیلی خوش اومدید. بیشور برو گم شو. اوه عصبیشم میزنمش. اشکال نه، تو چشتو به من بخور. یه جاهایی هست تو استانبول نباید رفت، پر از خانومای دوستی. بریم داخلش. دیگه شروع شد. سلام. به یه روز دیگه از استانبول گردی ما خیلی خیلی خوش اومدید. امروز تصمیم گرفتیم که بچه‌ها رو با هم بیاریمشون تکسی. خیابون استقلال که فکر کنم هر ایرانی که پشت استانبول گذاشته امکان نداره اینجا رو نگشته باشه. قراره بریم توی تکسیم عشق و حال کنیم. با ما همراه باشید. اگه استانبول اومدید اولین جایی که باید بیایید به نظر من خیابون استقلال یا تکسیم. توی خیابون تکسیم شما از تمام برندایی که میخواین میتونید خرید بکنید. بعد اگه بخواید یه شام بخورین، اگه بخواید آبجو بخورید، اگه بخواید یه شبیه رو بگذرونید توی یه میزونه، تو کوچه پس کوچه‌اش همه مدلی رستوران و بار وجود داره. مخصوصا روزهای شنبه یک شنبه که کلی گروه موسیقی میان و اجرای زنده دارن و تو تموم کوچه و خیابوناش بزن برقصه. حالا امشب هم ما برنامه‌مون همینه. قراره که بریم یه جا با بچه‌ها احتمالاً یه آبجویی بزنیم و اون کوچه‌ها رو بگردیم. مهناز بعد از بچه شما میدونین که من 6 سال ایشونو میشناسم و عین این 6 سال ازش پامریان بو خواستم برام نخریده. میدونین چند تا سگ خریدم؟ اینا رو ول کن، بذار یه چیزی بهت یاد بدم عشق کنی. این بچه‌ها اینو میبینی، این دو ویزرا یه قیمتی داره دیگه. مثلا الان 27400 هر یه $100 رو چنج میکنه، یعنی هر $100 میشه 2400 تره. بعد یه تریک میخوام بهتون یاد بدم اومدین استانبول که از این بیشتر چنج کنید. چیکار کنید؟ میبینین السی با کیکی. توی السی شما میبینی یه دونه جوراب برمی‌داری، یه تیشرت برمی‌داری، میری میگه که آقا من میخوام این تیشرت رو بخرم. حالا شما قطعاً توی ایرانیا خرید تیشرت دارن و میتونی بری اونجا خریدتو بکنی، بعد بهش بپرسی که چند چنج میکنه. این اگه 27 چنج میکنه، اون 27 تا 8 چنج میکنه. تو $100 400 لیر فرقش. ولی بعضی از السیا که مثلا تو مالای خلوته میگه ما خورد نداریم که برات خورد کنیم، حتما جای شلوغی باشه. بچه‌ها تو هم؟ آره الان رفتن همین ترفند رو اجرا کنن تو السی. بعد دیگه تکسیم و عشق و حالا. بچه ما کستانه گرفتیم. کستانه میشه این بلوطا اینا. حالا میخوایم تست کنیم با بچه ها. بافت خیلی چربی داره. میگم مثل سیب زمینی نیست. قشنگ مثلا این 100 گرمش آدمو میتونه سیر کنه. با مهناز موافقم، به سیب زمینی نزدیکه. امروز که با دوستامون اومدیم و گردش و تفریح اما اگه دوست دارید که یه دونه ولاگ مخصوصه تکسیم بگیریم، بهمون زیر کامنت ها بگین تا بیایم کلا تکسیم گردیم. نظرت چیه؟ آره چون که مثلا اینجا یه جایی داره مال نایکیه، یه حالت مثلا موزه نور و اینا از یه روز قبل باید رزرو کنی. یه موزه داره مجسمه آدمای معروف، خیلی جای کیوتیه. یعنی اینجوری اگه بخوای بگردی سبکش تکسیم گردیش با مثلا خرید و شام و رستوران و نمیدونم قهوه و آبجو فرق میکنه. پاساژ چیچک پاساژ. میخوایم بریم اینجا شروع کنیم خراب بازی رو. 6 ساله داریم میریم توش آبجو میخوریم. جاش خیلی خفن نیست ولی آبجو میده. چند تا تفاوت داره. یکیش درفته، یکیش شیشه است، یکیش هم که طعمدارای رستوران خاصه. اینجا درفت میده، یعنی با نیتروژن میکس میشه، خیلی خنک و باحاله. مزیت رفیق بودن با صاحب بار اینجاست که میری تو خالی میکنه میگه بیا بیرون تو عرض 2 دقیقه. به سلامتی خودتون و خودمون. آها نوش دیگه شروع شد.
کنار چیچک پاساژ. میخوایم به مینا صدف بدیم. مینا تا حالا صدف نخورده. بچه‌ها ساندویچ ماهی یکی از چیزای معروف تو استانبوله. همه جا ساندویچ ماهیه. بچه‌ها اینجا کوکورچ داره، ماهی داره. کوکورچ میشه روده گوسفند. هیچ وقت تا حالا نخوردم. اینم صدف داره. ساندویچ ماهی. این فکر کنم این ماهیش سوخاریه. به به. آره من دوست دارم. من همه غذاهای دریایی رو استقبال می‌کنم. قیافه میلاد. قیافه میلاد بگیرید. Kiaraş هم بدش میاد. Ne kadar abi? Ne kadar abi? 7 lira abi. Merhaba abi. Beni Evet. همش 7 لیره. دونه ای 7 لیره. میخوایم شروع کنیم بهش. آستینا رو میزنیم بالا. اولیشو میلاد باید تست کنیم. اصلا اولیشو باید میلاد تست کنیم. اصلا ما یک دونه. باز کن. مینا مهمه. مینا قیافت خوب باشه. مینا خوشمزه است میلاد. دو. واقعا خوشمزه است. مثل اینایی که پیشمرگ میشن. بخور. چقدر بد گذاشت تو دهنش بنده خدا. چطوره میلاد؟ داره بالا میاره چون میدونه چیه. نه. خوشمزه بود ولی نمیخوام بخورم. من یه ویدیو تو این اینستا دیدم ببینی دیگه لب به اینا نمیزنی ولی بازم دوست دارم. نه خیلی کثیف تمیزش میکردم. بهشون میگم به نظرتون برای یه ایسلاک هامبورگر بد باشه بستنی مکدونالد جا میمونه؟ توی تاکسی برعکس همه جای استانبول به شدت دوربین دوست دارن به خاطر اینکه خیلی ها توی ترکیه با همین اینو بگیر. دوربینا الکی معروف شدن. حالا یه کوچه داری این کوچه از اول تا تهش باز بزن و بکوب. بریم داخلش. قرار شده که آقا به همون تکیلای مجانی بده. به همون 4 تا تکیلا میده. tequila hediye. گفتیم که اگه صدای خوانندت خوب باشه میایم میشینیم. یه جاهایی هست تو استانبول نباید رفت مثل این کوچه پشت ما پر از خانومای روسپی. فکر میکنم جز محدود جایی که توی استانبول من زیاد در جریانش نیستم واقعا. الان میخوای بریم ما بچه‌ها اسلاک همبورگر بخوریم. همبرگر خیس. همبورگر یکی از غذاهای کف خیابون. باحال کف خیابون استانبوله. یکی از کفش فروشی‌های ارزون توی ترکیه که کفشاش هم خوبه. این فلوه. بیا بچه‌ها وایسادن. بچه‌ها چیزی بگم برندا تو زبان‌های مختلف تلفظشون متفاوته ها. چیزایی که ما تلفظ می‌کنیم به زبان ترکیه. بعضیو بستنی میخوام. آره. آقا همبرگر سر تاکسیمه. توی استانبول توی قسمت تقسیمش همه چی هست. از مثلا کلیسا گرفته تا این سینمایه که توش افراد سلبریتی با درست کردن. اصل تفریح، اصل عشق و حالش، اصل همه اینا همین حرکتی که ما زدیم. شب بیای انرژی خوب بگیری از کل این جمعیتی که میان و قدم میزنن و میرن مشروب خوردنش. حالا همش هم مشروب نیست. بعضی وقتا یهو میبینی مثلا میای قهوه میخوری، هوای خوب، مثلا ایرانی خوب اینجا همینجاست. عرضم به حضورت رستوران براک هست، اون آدم معروفه. کلا رستوران و نمایندگی اینجا زیاده. بستنی میخوایم بخوریم مکدونالد اینجاست. اول ایسلاک مگنوم چه ایسلاک مگنوم ایسلاک همبورگر بخوریم ایسلاک مگنوم میخواد منم. بچه من باید امشب این بستنی رو بخورم. حالا به نظرتون بعد همبرگر این خیلی خفنه. کارامل. Bir karamel. Hangisi Türkçe biliyorum. Karamelli yok mu?
میلاد کنسله، ببین فقط ترین قیفی داره. بچه‌ها فقط بستنی قیفی داره کنسل بگی می‌کنه. چی بگی با هم؟ من کاراملی حالا دوست یه دارم. دونه بگی تمام کارامل. شایل بوندان آلیم. داره کم یه میزنه. بستنی داره روش کارامل داره اینقدر خوشمزه است ولی الان نداشت خیلی ساعت دیر وقته. من عاشق بستنی کم مکدونالد. زده. ببین تمام حجم روی بستنی ما این خورد. بیشور خیلی بیشوری برو گم شو جواب نمیده. چیز دیگه باید بگی. بخور خوش شدی برو گم شو بده دستمالا. چیز دیگه باید بگی. اوه هلپه. فردا رو بگو فردا قراره فردا. ببرمتون یه خیابون اسم باحال نیشانتاشی باحال حالش نیشانتاشی میریم یا بعداد خیلی جا برگشتن هست. حالا بلاگار داشته باشین، سابسکرایب کنین، فالو کنین، با کامنت ما همراه باشید بدین. اوه. اصلا به پیشنهاد میلاد مینا اومده میخواد امتحان کنه با ببینیم نظر مینا چیه یه دونش هم کافی نیست به نظرم نظر آبی دو دور سه تا تان استاک بخوریم همبورگر. خانم‌ها داریم که برای اولین بار میخوان استاک همبورگر بخورن. بخور مینا این چه گازیه؟ داغه. فوت کن خنک لاش یه دونه برگر بیشتر نداره بقیهش کچابه یعنی خیسیش هم سس گوجه است. سس گوجه است خوشمزه. دوست داشتی؟ آره پسندیده. تشکر تو رستوران که قیافه ها رو دیدی. منم که صبح رفته بودم استاج اینجا میشه کارآموزی. من دارم دندون پزشکی میخونم، کارآموزی میرم. کارآموزی دندون پزشکی مال بخش همون دانشگاه ها، یعنی میرم مریض میبینیم، به قول معروف ترکی میشه هاستا. میریم مریضا رو میبینیم. من 6 صبح از خواب بیدار شده بودم، رفته بودم یه مریض داشتم، کاراشو کردم، اومدم اون ساعت 1 و 2 ظهر شد. بچه‌ام رفته بودن تو این فاصله خرید مهنازم که داشت برای بچه‌ها غذا رو درست میکرد. اومدیم یه استراحت ریزی بزنیم، یهو 2-3 ساعت هممون خوابمون برد، همه خسته. الان ساعت 12 شبه دیگه، داریم میریم خونه، یه خسی بزنیم، یه بازی بکنیم، یه ریلکسی بکنیم و فردا باهاتون هستیم. حالش میبریم.